میشود. هم یک یوتیوب یک ویدیوی کارت که همه خیلی دیدم این استادم نمیشناختم و هم پایانش نوشته بود که توجیک میلیونر یک تر مشای خانه کردم و گفتم توجیک در جو میلیونر میشود. خیلی تصورات نبوده شه. نه که همین خدای مهربان دست ما بودن هم ویدیو تو خیلی بینیم که خیلی جا دیدم که ورودی گپای نرمال نمیزنه. یک دو بود همین خیال کردم که مرا گفته همون گپورا. بعد ای پایانش دیگه ویدیو میبره وقتی یک ویدیو تماشا کنیم با یک ویدیو دیگه برام وایس همجا خیدم خیلی نرمال بعد نامش نوشتم خیلی نوشتم که بسیار ویدیوش برام خیلی تماشا کردم همون شاد خیلی که خوب نبوده تا سحر تماشا کردم داشتی نوشتم که کتابش یک جای افتان در کور هم مسعوده سر نماز بامداد بود قطعی امرام خستانه که اولی ما خونستم من گفتم که هم خیلی آدم هست دایتون در مورد خیلی مگه بزنم ما 5 نفر رو دنده خونه من گفتم که تیرا ناو دیدی با هم تاری گفتن ده با دودار خیلی من همونجا بود گفتم شما این را دیدگی بودیم یه گفتن یک 4 سال پیش اگر نه گفتم شما 4 سال پیش همین را دیده باشین اولی هم قطعی من قطعی شما نه من رفتم ای کام بکن برو اومدم اونجا رفتم رفتم 7 کتاب خریدم سراغ در مستودا ایمی گالوس میگن حبیب الله رفتم ای مترو ساویروس بیافتم 7 کتاب آوردم همه در تقسیم کردم برای که شب درست گوش کردم که اکروژن خیلی باشه هم خیلی میشه گفتم جلو یا میخونه یا میبروی من کامتا دیگر نیست نه که خواندم بعد همون 2020 سخت خواندم شب روز خواندم روز دیگر هم خواندم هم دیگر نه سریال یا تماشا کنیم بحث شده 24 ساعت فقط زبیز خیلی وقت بود مرده بودم کار کردی سای خشوه کردی سای بلا اما موندگی یوتیوب گوش میکنیم وای فای بی پلای بود آجا آخه اینترنت همین بین 1 سال مرده بود یک دیتا 6 ماه گوش کردم تاجیکستان اومدم همونجا اوجه بیزنس سر کردم همین سره میدویشی مسته خیلی یک خانه داشتم دیگه و همچون کوارترانش میشناندم وقتی درس سودا گوش کردم و خواندم یا اینوستر در سودا بسیار تراسی اشتراک کردم همون استوی مثل خونه و همون مارژنال سه کوارتران میتونه واشه نول نیوگد نشه بعد فروختم دیگه همون چی کردیم خیلی الحمدلله حاضر 1 سال پرا میشود که نه در تاجیکستانه اگر بخوام که شرط نیست که شما در خود و گپ زنید فقط من خیلی همون روز کتابای من خونده سر کردم تا به این روز در اومد تو چند بار بالا شد 2 بار 3 بار 5 بار 10 بار اولش بگیم استاد اول سر کردم کتابای خواندن شما را گزان کسل که های میکردم باز بیرون در لکسی 40,000 دلار ماشین ماه ای درسای خودتون استاد گفتگی که 2 ماه دخواتون ماشین بخریم و هم خریدیم 2 ماه من خیلی پرسانم من بچه وقتی که اومد پیش من مسکو با نقل شکر باغبانه کرده چند سال باغبانه کرده؟ 16 سال نگاه کنید رزم این برای کار خوب هست که شما تقدیر یک کس بر تاثیر کنید بهبودش بر این برای چیز خوب هست میاد بر من این بچه تیلو برای عقل بر من خیلی بچه ها من خیلی بچه های که این داره عقل مردم خودمو بسیارم نه که پروستو همین شام با آتش در کار بود آدم با آدم لازم رحمتی کلام برکات خیلی مهمه دارم آز با میکروفون میره شما میخوام که آزاد خان شما تجربه راهبری کلام داره 25 سال در کروپنی کمپانی کار کرده من میخوام که همین تجربه کارتون 2-3 تا چیزهای اساسی که برای کماندی با قوت ساختن یاردم کنند بچه‌ها چی به ویمار باید چی چیزها با اینا سخت اعتبار کنند که کماندی با قوت سازن همین بچه‌ها بعضش مال استرینی بیزنس دارد همین 90% دارد نداشتگیش هم آرزو دارد که کنند باور کنید نه که کماندا ساختن یک پرابلم اساسی دیگه موبا یک پرابلم کلونی همین کماندا ساختن برای اون از تجربه‌تون 3 تا 4 تا 5 چیزهای اساسی شد تشکر استاد من یک چیز فهمیدم که با کمان خودم عملا راهنمایی میکنم امی آدم سحر میخیزه در گردش 3 حالت هست
حالت غوغا شوم حالت صدا این هم مثال ما صدا داریم این حالت آرامی بله از همه مشکلش همین حالت آرامی بوده از همه آسانش حالت غوغا بوده انا یکی از درس‌های زندگی ما باید در سحر تو بگه همین غوغای زندگی را از صدا و از آرامی جدا کرده بهتره انا یکی از مثال فکر میکنم پیشرفت‌های استاد سید مولوی امین است که چیز بسیار مشکل چیز بسیار یک دیرفهم و مشکل فهم میگیرد ساده میگه برای مردم ساده من با روسی میگم که очень легко усложнять жизнь очень сложно упростить انا استاد یک سلیقه خوب داره برای همکاری ما با کتاباش با صحبتاش با درساش همین زندگی مفهوم زندگی و تجارت و فایده و بیفایدگی را ساده کرده میده همین برادر من برای یک روز میخونم و میفهمم انا همین یک چیز برای همچون لغت برای تیم خود برای من باید جو کاری مشکل یا که در فکرشون مشکل همچون رهبر همچون لیدر گرفته ساده کرده میگه که یکون مشکل نیست بله یک سلیقه برای تشکیل کردن تیم میتود کردن درست سیم بسیار ممکن کمک از دوره شورای باشد مسئله فایده یعنی پریدم یک چیزی منفی بود گفتن که استکلام لیکن اگر وای کلمه فایده منفی میگه می قانون زندگی خودش بی‌معنی میمونه یعنی که اگر ما یک کیلو کارتوشکا در زمین مونیم و یک خوب کارتوشکا شد این خودش قانون طبیعت است قانون خدا است یعنی فایده چیز منفی شدنش ممکن است در زبان ما باز خوبتر معنی دارد زندگی بی‌فایده یا زندگی با فایده برای ما باید هر کاری کنیم باید با فایده باشد سیم درسی که من برای مثال تیم بزرگ کردم با یکی از امون شریف‌های گویم سوله کردن یک بودلو گفته است که یک ساعت خودت تصرف کن که 23 ساعت زندگی تا نقشه گذاری کن بله ما آدمیزاد میخیزیم از ترس زندگی همین میداریم در همون غوغا بعد از چیزهای مهم فراموش کنیم باید یک ساعت آرامانه نفس کشیده فکر کنیم که 23 ساعت خودمونه ما باید چه صرف کنیم ما باید دقت کنید باز همین چیزی که گفتن آزادخان یک چیز فوندامنتالی چی اگر که نقشی روزانه نباشد حیات و حیات همین خیلی است که کمک این خط صحبت کردی کمک ششتی کمتر چای نوشتی روز تمام شد به هر چیز فوندامنتال چی یعنی تکرار میکنم برای که 23 ساعت ما بیفایده نگذرد یک ساعت صرف کرده نقشه کردن نکن اگر در دلمون در معدهمون نارامی باشد آرام کردن نکن اگر سلامتی ما خوب نباشد سلامتی را خوب کردن نکن چون که به این چیزا 23 ساعت ما بی‌معنی میگذرد آدمیزاد خیلی که گفتم همین خیست و شوی خورد و دیگه همین قوای بزرگ کردی خبر میشه که 24 ساعتش هم خیلی گذشت بعد اینا گردونه و میشه های چهارمش چیز ساده تر است اگر مثال این رهبر باشه با تیم خود بودن در کار خیلی از بالا نگاه کردن در کنیم در یک قبط یعنی یک قبط چشم صحبت کردن در کار در یک گروه در یک گروه برای چی که وای گویم سرباز شما باید گفت شما را درک کنه ما اگر یکون گویم به اصطلاح بیزنس یکون حربه داشته باشیم یکون بازار گرفتن داشته باشیم یکون مال فروختن داشته باشیم اما سربازاتون باید اون را درک کنه یعنی یک کماندیر به سرباز میشه مقصد دیگر همه وقت گشته برگشته با تیم خود صحبت کردن در کار گوش کردن در کار 90% مشکلاتی که مثال در شرکت من در تیم من هسته این همش ترس است اون مثال ممکن در چی نباشد وجود نداشته باشد ولیکن دیگر مرحله های زندگی مثال کارگر من میبینی که در دلش ترس است
همچون روبات باید نمون آروم کنیم که خطیت یک بودن آروم، خطیت یک بودن ترجم باید پیش دارد. انا اگر مثال بیم همین 3-4 درس زندگی سعوده کرده بیم ابینو هست. بله. انا آخران مسئله را چیز ما گفتنی بدون و این دویر با چی داشتن همچون روبر یک چی میگن گیت میگن ویدینی یک ویدینی داشتن در کار برای که اگر روبر ویدینی نداشته باشد سرگذاشت نمیدونم به کدام مقصد دلگروش نمیم به کدام مقصد باید با همین روبر باشید. اون یک ویدینی مثال ممکن احساس بودی باشد یک خیریه باشد